سلام بچه‌ها، من محسنم. اینجام کانال یوتیوب خودتون. امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه و جیبتون پر پول. امروز می‌خوام یه ویدیو باحال و خفن باهاتون به اشتراک بذاریم. پس لطفاً ما رو حمایت کنید و لایک و کامنت و سابم یادتون نره. اگرم ویدیوهای ما رو دوست داشتید میتونید با دوستاتون به اشتراک بذارید و زنگوله رو برامون فعال کنید. مرسی که ما رو دنبال می‌کنید و پیج خودتون رو نگاه می‌کنید. بریم با هم دیگه ویدیو رو تا انتها تماشا کنیم. تا سال 2050 سیاره ما و شرایط زندگیمون کاملا دگرگون میشه. هوش مصنوعی به اوج استفاده خودش میرسه. بیماری‌ها رو تشخیص میده و درمان میکنه. به لطف هوش مصنوعی دیگه توی فروشگاه نیازی به حضور صندوقدارها و یا ایستادن توی صف‌های طولانی نیست. مجریای تلویزیون ربات‌ها خواهند بود. پیک‌های رباتیک برامون بسته میارن. ربات‌های مجهز به هوش مصنوعی بسیار شبیه انسان خواهند بود. تا سال 2050 ربات‌های سگی و دیگر حیوانات به عنوان حیوان خانگی با انسان‌ها همراه میشن. ربات‌ها به عنوان نیروی کار همه جا دیده میشن. معلم، خواننده، نوازنده، آشپز، داروخانه‌دار، مأمور اجرای قوانین، ورزشکار و دیگر شغل‌ها. میتونیم ربات‌هایی با صدا و چهره پدر و مادرامون بسازیم که وقتی از دنیا رفتن هنوز بتونن باهامون صحبت کنن و حس کنیم کنارمونن. صدها سنسور روی لباس، خونه و محیط زندگیمون نصب میشه تا اطلاعات مربوط به سلامتی رو نمایش بده و سطح زندگی رو ارتقا بده. هوش مصنوعی با انسان ترکیب میشه مثل چیپ‌های مغزی پروژه نورانی که ایلان ماسک که اختلالات عصبی مثل آلزایمر، پارکینسون، آسیب‌های نخاعی و نابینایی رو درمان میکنه. بسیاری از افراد نابینا، ناشنوا و معلول توسط همین چیپ‌ها درمان میشن. ممکنه حتی بتونیم وسایل رو با ذهنمون کنترل کنیم و از طریق سیگنال‌های مغزی با هم ارتباط برقرار کنیم. تا 2050 اندام‌های مصنوعی رباتیک قوی‌تر و حتی پیشرفته‌تر از اندام‌های اصلی خودمون میشن. چشم‌ها و گوش‌های مصنوعی وارد بازار میشن. تا 30 سال دیگه به وسیله واقعیت‌های مجازی میتونیم لباس‌ها رو پروف کنیم و ببینیم بهمون میاد یا نه و حتی تماس تصویری سه‌بعدی داشته باشیم. میتونیم دور دنیا رو سفر و یا از سیارات دیگه بازدید کنیم. همش فقط از توی خونه. تا سال 2050 اکثر خودروها الکترونیکی خواهند بود. پمپ بنزین ها ناپدید و با ایستگاه‌های شارژ خونگی جانشین میشن. ماشین‌های بی سرنشین وارد بازار میشن. البته الان هم تسلا و بنز و بی ام و روی این پروژه کار میکنن. اما تا 2050 دیگه حتی نیازی نیست که ماشین فرمون داشته باشه. ماشینا همه برقی و خودران میشن. تاکسی‌ها دیگه راننده ندارن و به صورت خودران هدایت میشن. کامیون‌ها و قطارها هم همینطور به طور خودران و با هوش مصنوعی هدایت میشن. هزار تریلی بدون راننده کشورها رو سفر میکنن و بدون دخالت انسانی محموله جابجا میشه. پهپادها هم دقیقاً همین کار رو برای مسیرهای کوتاه‌تر و بسته‌های کوچیک‌تر میکنن. البته حتما یادتونه که ما توی ایران اینو خیلی زودتر رونمایی کردیم. هواپیماهای الکتریکی با تیکاف و لندین عمودی در اختیار حمل و نقل شهری قرار میگیرن و اینجوری سفرهای بین شهری و داخل شهری کوتاه‌تر میشه. یکی از شرکت‌هایی که روی این پروژه کار میکنه اوبره که میخواد مسافرکشی هوایی رو به واقعیت تبدیل کنه. تا 2050 احتمالاً همه شهرها تاکسی هوایی خواهند داشت، اما شاید هم حمل و نقل سریع به جای آسمون به زیر زمین بیاد. شرکت بورینگ ایلان ماسک شروع به حفر تونل‌های زیرزمین کرده که حمل و نقل فوق سریع رو به وسیله خودروهای تسلا ممکن میکنه که اگه ماسک بتونه هزینه‌های این پروژه رو کمتر کنه تا 2050 شهرها هزارها تونل خواهند داشت. علاوه بر این پروژه هایپرلوپ ایلان ماسک که برای حمل و نقل بسیار سریع و ارزان بین شهری طراحی شده حتما تا سال 2050 بهره برداری میشه و میتونه جای هواپیما رو برای سفرهای بین شهری بگیره. سفرهای سریعتر، ایمن‌تر و راحت‌تر. هواپیما هنوز برای سفرهای بین قاره‌ای وجود خواهند داشت ولی با مدل‌های جدیدتر، هواپیمای الکتریکی و هواپیمای فراسوتی. اگر هواپیما براتون تکراری شده میتونید تنوع بدین و از فضاپیما برای سفراتون استفاده کنید. بله، فضاپیما. شرکت فضایی اسپیس ایکس میخواد از فضاپیمای جدیدش به اسم استارشیپ برای حمل و نقل مسافر به سرتاسر کره زمین استفاده کنه. این فضاپیما میتونه ظرف حدود 20 دقیقه از نیویورک به لندن سفر کنه. ناسا و شرکت‌های خصوصی فضایی برنامه‌های بسیاری برای سفر انسان‌ها به ماه و مریخ دارن، اما بلند پرواز این میدون یعنی اسپیس ایکس برنامه داره که تا سال 20 انسان رو به مریخ بفرسته و به محض ورود شروع به ساختن یک شهر دائمی روی مریخ بکنه. ایلان ماسک میخواد تا سال 2050 یک شهر مریخی با 1 میلیون جمعیت داشته باشه. بقیه شرکت‌های فضایی در تلاشن تا 30 سال دیگه یک شهر دائمی هم روی ماه داشته باشیم. در نتیجه هتل‌های فضایی روی ماه، مریخ و مدار گردش زمین خواهیم داشت که برای سفرهای ماجراجویانه فوق‌العاده خواهند بود.
سلولهای بنیادی مادر تمام سلولها میتونن به سلولهای مختلفی تبدیل بشن و علاجی برای بیماری‌ها باشن. در آینده به وسیله فناوری سلولهای بنیادی بیماری‌های زیادی مثل سرطان، بیماری‌های قلبی، دیابت نوع 1، آرتروز، آلزایمر، پارکینسون و دیگر بیماری‌ها درمان میشه. حتی ممکنه واکسن این بیماری‌ها بیاد، واکسنایی که از سرطان، دیابت، آلزایمر و چیزهای دیگه جلوگیری میکنه. یکی دیگه از پیشرفت‌های ویراژیکی ویرایش ژنیه که این امکانو ایجاد میکنه که بشر مستقیما دی ان ای رو دستکاری کنه، قسمت معیوب رو برداره و با دی ان ای سالم جایگزین کنه. ویرایش ژنی برای درمان بیماری‌های لاعلاج، افزایش طول عمر و اصلاح ژنی جنین مورد استفاده قرار میگیره. حتی ممکنه ژن‌های بچه‌های آینده رو هم بتونیم تغییر بدیم، بچه‌های زیباتر، قوی‌تر و باهوش‌تر داشته باشیم و حتی ژن بسیاری از بیماری‌ها رو از بچه‌ها حذف کنیم. جنگ‌ها تغییر می‌کنن و در فضا اتفاق می‌افتن. بهره برداری از ماه و سیارات دیگه شروع میشه. حتی ممکنه بتونیم شابسنگ‌های بزرگی که از کنار زمین رد میشن و به دام بندازیم و از فلزاتشون بهره برداری کنیم. میتونیم بسیاری از حیواناتی که منقرض شدن مثل ماموت‌ها رو دوباره احیا کنیم و به این دنیا برگردونیم. مزارع رحم‌های مصنوعی احداث میشن و کودکان در مزارع رحم‌های مصنوعی رشد میکنن و اینطوری زایمان‌ها ساده‌تر میشن و حتی کسایی که نمیتونن بچه‌دار بشن هم بچه‌دار میشن. موبایل به اینترنت ماهواره‌ای متصل میشه و هر جایی حتی در هواپیما یا فضا هم میتونه به اینترنت دسترسی داشته باشه. با پیشرفت علم و تکنولوژی عمرها طولانی‌تر میشه و انسان‌ها میتونن 150 تا 200 سال عمر کنن. شما فکر میکنید تا سال 2050 دنیا دیگه چه تغییری میکنه؟ اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو هم با دوستاتون به اشتراک بذارید.